یکی از سوالات پرتکراری که اغلب دوستان از من میپرسن و احتمالاً سوال خیلی هم باشه اینه که چطور فایلامون رو از گوشی به کامپیوتر و برعکس منتقل کنیم، در صورتی که نخوایم از سیم و کابل و این چیزا استفاده کنیم. بلوتوث هم که مشخصه سرعتش به شدت پایینه و اصلاً کسی حوصله نداره پای بلوتوث وایسه. ببینید نرم افزار زیادی هست. من یه نرم افزاری به نام لوکال سنت پیدا کردم، تستش کردم و واقعا عالی بود. وقتی شما این نرم افزار رو روی کامپیوترتون نصب کنید، روی گزینه سنت توی فایل هاتون توی کامپیوتر یه گزینه اضافه میشه به نام لوکال سنت. شما وقتی اینو بذارید نرم افزارش باز میشه و بعد میاد میگرده تو شبکه کلیه دیوایس هایی که این نرم افزار روش نصب هست، چه حالا اندرویدی مثل این که گوشی که الان اینجا میبینید یا کامپیوتر رو میاد پیدا میکنه. خب الان این دیوایسی که پیدا کرده برایت بلوبری، خب همین چیزی هست که من اینجا دارمش. خب فقط من فایلمو رو انتخاب کردم، فقط کافیه که این گزینه رو انتخاب کنم. بعد از اینکه من اینجا انتخاب کنم، اینجا منتظر میمونه. اینجا روی گوشی پیام اومده که فلان دیوایس قراره یه فایل برای شما بفرسته، آیا قبول می‌کنید؟ میگیم بله قبول می‌کنم و بعد شما سرعت انتقالش رو ببینید که به چه سرعتی داره فایل 30 مگابایتی رو ارسال می‌کنه به اینجا. فقط نکتهش اینه که اول که این دو تا دیوایس باید همزمان به یه شبکه وای فای وصل باشن و موقعی که قرار همدیگه رو پیدا کنن روی این دیوایس و روی این دیوایس نباید فیلتر شکنی فعال باشه، چون دیگه اون موقع همدیگه رو نمیتونن پیدا کنن. ولی نرم افزار فوق‌العاده ساده، سبک و عالیه.